به یک کتاب فروشی توی شهر برید و قفسه کتاب‌های موفقیت فردی رو پیدا کنید. چی می‌بینید؟ انبوهی از کتاب‌ها با عناوینی مثل نکات و ترفندهای بهره‌وری، راهکارهای انجام کار بیشتر، تکنیک‌های مدیریت زمان. واقعیت اینه که این تکنیک‌ها دیگه چندان کارآمد نیستن. فکر می‌کنید امروز چه چیزیه که اهمیت داره؟ مدیریت توجه. این مهارت شاید مهمترین مهارت قرن ما باشه. در گذشته آدم‌ها تشنه دانش بودند. وقتی انقلاب صنعتی آغاز شد، مردم از کارهای دستی به سمت مشاغل فکری تغییر مسیر دادند. اونایی که مهارت و اطلاعات خاصی داشتند، خیلی کمیاب، ارزشمند و مورد تقاضا بودند. امروز ولی هر نوع اطلاعاتی به آسونی در دسترس ماست. ولی چون مغز ما نمیتونه همه اونا رو حذف کنه، توجه به عنوان منبع کمیاب مطرح میشه. توماس داونپورت توجه رو اینجوری تعریف میکنه: درگیر شدن ذهن با یک آیتم خاص از اطلاعات ابتدا وارد آگاهی ما میشن. بعد ما جذب اطلاعات خاصی میشیم و ممکنه تصمیم بگیریم کار خاصی هم انجام بدیم. قدرت ما برای توجه محدوده، اما تقاضا برای توجه به شدت در حال افزایشه. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و صادقانه بگیم کل فضای آنلاین همه به نوعی دنبال این هستند که توجه ما رو جلب کنند. مغز ما در هر لحظه میتونه تنها روی یک کار تمرکز کنه و انجام دادن چند کار با هم دیگه یا همون مولتی تاسکینگ انرژی بره. وقتی شما در حال خوندن این جمله هستید، کار دیگه ای انجام نمیدید. من توجه شما رو به دست آوردم. همونطور که در علم اقتصاد میگن هر چیزی که کمیاب باشه ارزشمنده. ما توی دنیای زندگی میکنیم که به تدریج از اقتصاد کلاسیک داره به سمت اقتصاد توجه تغییر میکنه. مهارتی که امروز داشتنش حیاتیه این نیست که بتونید برنامه‌ها و زمانتون رو مدیریت کنید، بلکه اینی که بفهمید انرژی ذهنیتون رو کجا متمرکز کنید و در نتیجه این تمرکز چه تغییری در سبک زندگی شما ایجاد میشه. اکثر مردم میگن وقت نداریم، اما این حقیقت نداره. من و شما 24 ساعته یکسان رو در اختیار داریم. فقط این زمان رو به شیوه متفاوتی تخصیص میدیم. مشکل بیشتر کتاب‌هایی که درباره مدیریت زمان هستن اینه که نویسنده‌ها اونا رو متناسب با شرایط دنیای گذشته نوشتن. اکثر این کتاب‌ها برای قرن 20 نوشته شدن. امروز اما تخصیص دادن زمان به یک کار مشخص تضمین نمی‌کنه که اون کار توجه لازم رو هم از ما دریافت کنه. چون توجه ما دائما داره به وسیله چیزهای دیگه گرفته میشه. بنابراین شما باید به جای مدیریت کردن زمان به مدیریت توجه بپردازید. من این اواخر احساس پرمشغلگی شدیدی داشتن 2 تا شغل دورکاری به علاوه نویسندگی و رسیدگی به پروژه های شخصی کار دشواری بود. ناخودآگاه شروع کردم به برنامه‌ریزی و استفاده از تکنیک‌های قدیمی مدیریت زمان. زودتر از خواب بیدار می‌شدم. روزم رو به 3 یا 4 بخش تقسیم می‌کردم و تلاش می‌کردم کارهام رو توی این بخش‌ها جا بدم تا اینکه متوجه شدم این روش جواب نمیده. هیچ کدوم از کارها تموم نمی‌شد و دائما هم خسته بودم. چرا؟ چون مهمتر از تخصیص زمان به کارها اختصاص توجه به اونهاست. چند تا چیز مهم یاد گرفتم. 1. تمرکز بر یک کار یعنی بازگشت به اون کار حداقل هر 48 ساعت یک بار. اگه بیشتر از این فاصله می افتاد دیگه اون کار از دایره تمرکز من خارج می شد. 2. فهمیدم که حد اکثر باید 2 کار مختلف رو در یک روز انجام بدم. خود کار کردن نبود که منو بیشتر خسته می کرد، بلکه تغییر تمرکز روی کارهای مختلف بود که باعث خستگی من می شد. 3. روزهای کاری باید برای کار باشه و کارهای شخصی باید در زمانهای غیر کاری مثلا تعطیلات آخر هفته انجام بشن. 4. هرچه انجام کاری نیاز به خلاقیت بیشتر داشته باشه باید زودتر انجام بشه. برای مثال نویسندگی برای من جزو اون دسته از کارهاست که باید اول صبح انجامش بدم. 5. ریلکس بودن باعث افزایش تمرکز میشه. برای کم کردن استرس
به هر کاری 20 دقیقه بیشتر از وقت معمولش زمان تخصیص میدادم که کم بوده وقت تمرکزم رو به هم نزنه. با وجود هجوم پرشدت اطلاعات که امروز شاهد اونیم، توانایی تمرکز عمیق یک مهارت ضروری به شمار میاد و افراد کمی میتونن این توانایی رو در خودشون ایجاد کنن. اگه به نکاتی که گفتم دقت کنید، متوجه خواهید شد که شما میتونید حداکثر 2 کار مختلف رو در یک روز انجام بدید و نیازه که هر 48 ساعت یک بار به اون کارها برگردید تا از محدودی تمرکز شما خارج نشن. این به این معناست که تمرکز کلی شما حداکثر روی 4 کار میتونه باشه و حتی اگه کمتر هم باشه بهتر. فقط تمرکز عمیق و انجام کار عمیقه که به نتایج با کیفیت و بهره‌وری منجر میشه. برای یادگیری و تسلط بر این مهارت وقت بگذارید. بعدها از خودتون تشکر خواهید کرد.